روخ میزنی نه هیولا کیه؟ اوه بومب افکن پرت میکنی واقعا خورد داشت دیگه اوروغت خیلی مشتی اوه یه چبیم دوه میپذی دیگه ارشادا پرتش کرد همبرگرم هیچ وقت فکرشو نمیکردم بخوام یه نفر با پخت و پز شکست بدم باشون داره کوک میکنه هنوم هت غذا میدم بگیر داره میترکه خیلی اچمین کمه تو بزن باید برم پشتش بسار زیپ واقعا داره بهم میگی زیپی یعنی زنده است تو با جنراتور اوکی تو هیولای ساخته شده ای آره باز این یارو این یارو به من گفت درباره این بلایندر رو اسمش پیتر بود بلایندر رو میترکن ببین به نظرم حقته اینو ولی از یارو یه جورای خوشم میاد حس خوبی بهم میده طرف باشه کمپانیتون ایانا پلیسی چیزی اوکی اون اسمی که آخر سر گفت نمیدونم چی بود رسپیست پیدا کردم رسپیست چیه دید خودم اشتباه تلفظش کردم از اینایی که میتونم باش وسیله بسازم مثلا یا آموزش ساخت مثلا چی بگمش از اینا برای ساخت و ساز دیگه نقشه است نقشه ساخته از اینا پیدا کردم نمیدونم باید برم برگاه که اونجا هست رو چک کنم میتونم برم بالا اوه اونجا رو آره میتونم برم بالا باشی کنجکاویم خیلی قشنگه ای دوباره این یارو ترجمه کردنش قرار پاره بشن ما رفتیم پشت این ما رفتیم اینجا یارو یه از صداش خیلی خوشم میاد خیلی صدای باحالی داده نمیدونم صداش یه جوری جدیده برام صدای جدیدی تا صدا این شکلی نشینه اوکی
میتونه آرومتر سخن بگویی. من چطور برم از اینجا خارج شم؟ اینجا خراب شد نینه بود. یعنی الان من باید برم سر شیفتم من برم یا دیگه چون نرفتم کنسل شد شیفتم. 20 دقیقه اینجا موندم اخراج میشم. چرا باید اخراج نشم؟ چرا اصلا دلم میخواد اخراج نشم؟ برو خیلیشون کمه. نمیدونم باید چیکار کنم. صدای تو اومد. صدای تو رو شنیدم. باز شما آشتی کردین و چسبیدین به هم. خدایا وای خدا. اوکی من اخراج شدم. من اخراج شدم. من اخراج شدم بعد تو میگی توسته رو برگشتم. چسب ما میتونیم چسب بخریم. چی؟ تو خیانت کردی. من تو رو یادم نمیره خیانت کردی ها. دفاع رو میاد. از این اکشن فیگور هست. خیلی بال حرف میزنه. حبی هم بل ای بایی این افتاد. اشکال نداره. تو هیچی بهش نمیگی باشه. تو رفیق صمیمی منی. چیزیه که تو نوشته گفته بود. پس در نتیجه هیچی نباید به اون بگی که من چیز شدم. به من گفت که تو اخراج شدی. بعد تو چی؟ درست داشتم میدیدم. بله دیگه درست داشتم میدیدم. چه حرفیه؟ تا باز حرکت کردی خدا. داداش فرار کن فقط. اینجا جای خوب. چراغا رو روشن کرده بود. خیلی اتفاق داره میفته بعد از کشتن اون پیتره. باشقالا رو جمع نکردم. میکنم برم. من با چراغ خاموش بازی میکنم. حوصله روشن کردنش دارم. بهتر که روشنش کنم. یه دلیلی هست خودش رو خاموش کرده. خب کوکی میخوای؟ هات پای میخوای؟ بعدم از این همبرگر رو میخوای؟ کوکی اینم پای دیگه. بعد بذاریمشون تو توستر دیگه. تو تم توستر این چک. من چطور اینو بپزم؟ بذار همین الان چیزا رو آماده کنم. حالا یه داره میخونم اینا چطور باید اینا رو بپزم. مثلا سالمون ناگت و اینا رو آماده بفرمون. اینطوری از وسط پرت میکنم که 2 تا باشه. حالا یه دون دیگه میارم. من رو نمیدونم هات بایر چی کار کنم. خب من همون اولم زدم اینو. چند تا کوکی و هات پای بذارم دیگه. این خدا شاید کپک بزنه. چقدر وقت دارم برات؟ سوخت خاک بر سرم کنم. البته من نه تو. این تقصیر توی مردی که تو. چقدر اسمش بده. اوکی من گن زدم دوباره.
دوباره دیر غذاشو دادم. بدون چی میخوای؟ بدون پنیر. واقعا من نمیدونم شما چه آدمایی هستین که همبرگراتون رو اینطوری میخورید بدون پنیر خیارشور. اوکی یه چی بیرون بود بوته بود چیز خاصی نبود. خب بده من اینو دوره نسوزوندمش. البته من که نمیسوزونمش اون شیشه شکست به معنای واقع شیشه شکست. یعنی انعکاس بهم برگردونه. یعنی چی میخوای؟ داداش قدمان رو چشم. آقای تو پشتت نگاه کن. نه پشتتو نگاه کن بابا. کشتش تو یعنی چی؟ من چرا من لعنتی خود چی میخواستی؟ من نمیتونم. تو میترکید از اونایی ها. تو مردی؟ زنده است سگ جون. چرا انقدر آهنگ بدی داره پخش میشه؟ آهنگ خرابه. بیا آقا خیلی توه. چرا اونا کاری با تو ندارن؟ چرا کاری با شما ندارن؟ هیچ کدومتون یعنی اونو ندیدین ها؟ صدای انفجار رو نشدین ها؟ فقط با من کار دارن ها؟ یعنی اصلا کلا سر تا پا مشکوکه این من. اینطوره نگاش کن داره 2 دقیقه دیگه ولش کنی میره بیرون مغازه اون مانکنه. چیه؟ کوکی میخوای؟ سالمون ناگت شیک اولی دورصد شیشه شکسته اونا پنجره شکست مثل همیشه. یکی میاد میزنه تو آجر میشکوندش. سالمون ناگت هات پای شیک. سالمون ناگت هات پای شیک. سالمون ناگت یا شیک. این هات پایه این ناگته. ماشالله شیکت. من شیکش دوست دارم. بخور. پزیدی؟ بپز دیگه. خیلی این هاتپای طول میکشه. یه سفارشاتون کم کن. ای وای چی اشتباه دادم؟ کوکی میخواستم هاتپای. کوکی میخواست. کوکی از اینا برمیارم. بیا کوکی چک هاتپای ناگت. خدا مغزم ریده. این چیه؟ از این چیزای دیلینگه. خوبه دیگه حرکت نمیکنه این یارو. چراغ نمیتونم روشن کنم بابا. Use your flashlight. وای خدایا نمیتونم چراغ روشن کنم. چرا؟ سالمون ناگت میخواستی. شیک بیا بگیر. خیلی ناراحتم الان. تاریکه. تموم شد. خوبه برم خونه. فقط تو هم دیگه حرکت کردی؟ به اون نگاه نکن. او بچه گلی نیست. فکر نکن چیز خوب. این چیه؟ فهمیدم چرا حرکت کردی. ما وقتی تو رو کشیم پیتر جان
شروع کردی به حرکت کردن، یعنی روح پیتر اومده اینو تسخیر کرده. این به این معنیه که یکی تو رو کشته. ما باید تک تک اینا رو بکشیم تا بازی تموم. کجا رفت؟ گاو چیه؟ خوکه کجا رفت؟ دیگه تسخیر شدن در این حد خیلیه. ببخشید میتونید به من سفارش بدین؟ یه دقیقه وایسا. چی دارین؟ پلام چیه؟ او از اونا میخوام. پول چیه؟ بیا این پول هم بگیر. بیا پولم بگیر. آفرین. باید 2 دقیقه دیگه برام آماده کنی یا نکنی. داشت بسته است. خلاصه داشتم میگفتم. حرکت کردی تو. 2 دقیقه دیگه. باشه من رفتم. تمومش کن. آی خدایا. خیلی دیگه صدا اومد. صدای چیز دویدن اومد. ریدم یه دقیقه دویدم. وای همین پول شیشه میدیم برشکست نمیشی؟ بیا شیشه اینجا رو شکونده. دیگه به بازی بچه چی کار دارین شما؟ اصلا بچه ای تو این بازی نیست که بخوایم بازی بچه بسازیم که بچه بشه. چی گفتم؟ بازی بچه بسازیم که بچه بشه. اینا رو بده من بکن اینجا. این هنوز پشت دخله. خوب میشد واقعا یکی پشت دخل باشه سفارشات تو بگیره. تو هنوز اینجایی؟ داشت دیوونه خونه است. رستوران چیه؟ میبینی به قرآن با چیز کن. فکر کنم صداش تغییر کرده. نه صداش همونه. من میگم تو رو یه نفر کشته و ما باید بیایم تک تک اینا رو بکشیم تا بازی تموم بشه. اوه خدا من چرا باید اینو یادم بره؟ نمیخوام برم برگردم تو مغازه. جهنم خالصه بترک دیگه. آخر سر خودش ترکوند. یه چیزی گوشه چشمم دید. کجا رفت؟ این کجا میره؟ ولش کن برم فقط برو. اوکی؟ فقط برو. دیوونه خونه است واقعا. چیه؟ چی نوشته بود تو صفحه لودینگ؟ یه دقیقه چشمو درگیرش کرد. چیز قشنگی نوشته بود. و تو ادیت ببینم. آخر نتونستم برم اون بالا. بذار با افوی ببینم چیز اون بالا هست که نتونستم برم و چیز نیست. خب این اولیشه. دومیش تویی. دفعه بعد من وارد اینجا میشم وقتی که من میتونم اینو ببینم. اوکی یه روزی من وارد اینجا میشم. ببین کی گفتم. بس تو زودتر میرسم. مسابقه هر کی آخرین نفر برسه آخه عقب افتادی. من تو گناه داره. آقا حرفم پس بگیرم. یکی از همسایه دیگه چطوری یارو چیشی خدا. از این کلمه یارو خوشم نمیاد ولی نمیدونم چرا میگم.
چرا پشت اینجا آشغالیه که بیاد این آشغالا رو جمع کنن. تو هم مثل اجنا و اون پشت وایستادی پشتش. ولی من اوکی نیستم. همین الان یه وسیله تکون خورد فکر کنم به خاطر انفجار، ولی دره دیگه. اوکی من E42 هم. You aren't E7? آره. Who are you? What? Cow got your tongue? Why are you looking at me like that? Oh, right. I'm kind of just a talking head. تویی داری با من حرف میزنی؟ What's going on, do you? Right. Well, I'm an artificial intelligence cybernetic organism. Or a robot, if you will. E7 robot was بهتره human بابا. like you. A friend. قشنگ معلوم بود جوری که Haven't seen him in a while, though. He woke me up. Now I'm gonna wake you up. اوه یعنی چی او تو رو روشن All of this is fake. And E7 made recipes to try to break out. See those blueprints over there on the walls? It shows you the ingredients you will need. Throw all 3 of those ingredients into Obscura's fabricator and watch the magic happen right before your very eyes. اوکی پس فیکه. فابریکیتور. اوکی E7 یه دانشمند بوده که مثل من اینجا گیر افتاده و اسکیپ پلن که رفته چی؟ که رفته هکر؟ چیشی هکر؟ تایپ هکر؟ اکسپلور چیشی؟ نمیتونم بخونم که رفت نمیتونم عضو بخونم. اوه داخل باید برم داخل یه در عجیب داخل موزه. اوکی پس اون تو رو روشن کرد ساخت بیدارت کرد و تو هم منو آره خودت هم همین حرفی که زدم رو به صورت دوباره زدی. باشه اون گو خیلی حرف میزنی. بایسا آخر حرفش بنگم چیز مهمه میگید. اوکی همه اینا فیکه. حرف نزن ببینم صدا اومد. آی خدا تو رو جون جدت آهنگ روشن میکنم. نمیخواست صدای نقص تو رو بشنوم. ترجمه واقعا چن رادیو شت گوش کنم ولی اینقدر خیلی وراجی. من با وراجی مشکل ندارم ولی صدا دیگه جوریه. این که وراجی هم یه طرف هست ناراحت هم میکنه. خب آگاه خورم ناراحت میشه. اوکی همه اینا فیکه. نمیدونم فردا میخواین چیکار کنیم. راستشو فردا باید من الان چیکار کنم وقتی الان فیک من باید الان چیکار کنم. میدونستم فیکه قبلی که اینو بگی. خب سیمولیشن چیه الان مثلا چیپی که تو مغزمون گذاشتن خب قشنگ معلومه یه دارن رو یه کاری میکنن. پس یعنی این دنیایی که ساختن یه دنیای فیکه. به راجع من شروع شد. خیلی جای عجیبیه این که کسانی که این دنیا رو اداره میکنن این چنین چیزی رو ندیدن. Be happy, be silly. هپی و مگه ما کشتیم اینجا نوشته. بخوابیم بابا.